به هر حال اونا به خودشون اجازه دادن که در روز روشن به زور وارد خانه دیگران بشوند و در کمال بی‌ادبی تقاضای غذا بکنند. ای بدجنسا، به نظر من اونا خیلی بدجنسایی که خیلی از دستشون ناراحتم ولی نمیتونم باید باشون چی کار بکنم. خیلی خواب بریم. ماشی هشبر اونا به شیفوچی دستور دادن که براشون غذا بیاره. خیلی موضوع جالبی هم. ما از این که اونا پسر شجاع و پدرش از خونه‌شون بیرون کردن خیلی خوشحالیم. شما چطور؟ منم خیلی خوشحالم. ببینم شما چرا از این جریان خوشحالی؟ چطور خواسته شدیم برای اونا کار کنیم؟ فعلا که اونا رئیس ما هستن. این موضوع هم به شما هیچ ربطی نداره. بزنیدشون ببینید. تو خیال میکنی واقعا شجاعی؟ الان حسابتو میگستم. خودت بیا جلو، من حوصله ندارم. بیا جلو. کجایی؟ وای سرم گیشتم. نمیدونم. خیلی خب الان موقع بریم. زدی. این دفعه شکست خوردم. با هم شکست خوردیم رئیس جون. خب حالا بگیم ببینم اونا چه نقشه‌ای دارن. اونا منتظر کسی هستن. دیگه نمیتونه جون سالم در ببره. باید هر طور شده از بین ببریم. چامین چرا شما تنبل هستید؟ باشه. ببین با تو هم. بابا رفتی؟ تو هم برو پایین رودخونه رو بود تخصیص سنگ واسه با منتظر بمون. اگه دیدی کسی داره بیاد این طرف به ما خبر بده. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ بله فهمیدم. فکر میکنی اون بالاخره کی میاد؟ فردا حتما پیداش میشه. من فکر میکنم یه جایی مطمئن صندوق طلا ها رو قایم کرده. باید هر طور شده جای طلا ها رو پیدا کنیم. کاملا درسته. حالا فهمیدم اگه اشتباه نکنم اونا دارن راجع به تیز چنگال حرف میزنن. دارم تیز چنگال از بین ببرم. من وظیفه دارم که جلوی این کار رو بگیرم. این دفعه باید به هر صورتی شده اون از بین ببریم و تمام طلاها رو برای خودمون برداریم. اون از بین ببریم. وای پس اینا منتظرن تیز چنگال بیاد حسابشو برسن. همین چرا خانم کوچولو؟ اونا خیلی سنگدل و بیرحمن که میخوان تیز چنگال رو اذیت کنن. درگیری سختی بشه. آره خدا کمک انگار دکتر داره میاد این طرف. شما دیگه کی هست؟ ما از طرف حیوانای جنگل اومدیم با شما صحبت کنیم. منظور شما از این کارا چیه؟ برای چی دارید این کارا رو میکنید؟ میشه به ما بگید با کی میخواید بجنگید؟ ما به هیچ وجه قصد گرفتن این جنگل و این خونه رو نداریم. ما فقط اینجا رو برای یه مدت کوتاه قرض کردیم. ای دروغگو. ولی هیچ میدونید شما رفتار خیلی بدی با پسر شجاع و پدرش داشتید؟ راستی ببینم تو با پسر شجاع و پدرش رفتار بدی کردی؟ نه من فقط سر اونا رو نوازش کردم. کجای این کار من اشکال داره؟ از تو این بلاها رو سر اونها آوردی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ چطور جرأت میکنی با من اینطوری صحبت کنی؟